جناب علی. خب شما میتونید ما الان در سطح ایران کسانی داریم که در درجه شال سبز به فعالیت مشغولند و معاهدی دارند که مشغول آموزش هستند، که اونهایی که شال سبز هستند با 17909 تکنیک ترکیب و سازی که 5 نفرند. آقای فیروز حبیبپور هست، آقای هوشنگ حبیبپور هست، آقای علی حقیقت هست، آقای مصطفی جلیلزاده هست و آقای حسین داوودی پناه که در دانشگاه تهران درس می‌دهند. و بعد البته این در جای به خصوصی تدریس می‌دهند. می‌تونید جای به خصوصی هم صحبت بکنید. برای که محله‌ای هستش که اینها در یک قسمتی در نازی‌آباد دارن تدریس میکنن، یک قسمتی در دانشگاه تدریس میکنن، یک قسمتی در دانشکده علوم صنعت دارن تدریس میکنن و منتها به علت اینکه ما نتونستیم یک وسعت امکاناتی از نظر دانشگاهی و مؤسسه‌ای رو در این عنوان ما پیش ببریم و این پایه‌ای که ما قبلا در سازمان تمام مؤسسات سازمان تاج در باشگاه پهلوی و سایر مؤسسات دیگه آموزش میده، ولی که الان امکانات وضعیت رو میخوایم به طریقه نشر و یا نمایش به مرحله ظهور برسونیم. بهتر هست که از اون کسانی که واقعا تلفن میکنن و من پاسخی در این زمینه ندارم که خواهان این هستن که من این تدریس رو برشون بکنم، بهتر هست اول با یک نبرد مقدماتی در این راه داشته باشیم، چون در حال مقدمات لازمه من 6 سال در این راه فعالیت دارم و اکثر هموطنان من آگاهی دارن در این نیروها و این افکار و ضمن تضادهای موجودی که الان وجود ممکنه داشته باشه. این تضاد یک ریشه دیرینه داره به علت عادتگرایی و عرف، یعنی بعضی ها هستن که وقتی که با یک عرفی بزرگ شدن کمتر میخوان این رو ترک بکنند و زندگی رو بیشتر به جنبه های نمایشات لحظه‌ای میخوان ببرن تا نمایشات یعنی واقعا درون انسان رو بشناسن و یک جنبه حیاتی از نظر افکار داشته باشند. سوال دیگه که مطرح شده و تعداد زیادی از شنونده‌ها این سوال رو مطرح کردن اینه که چه فرقی هست